سلام علیکم، حالتون چطوره؟ چه خبرها؟ من پارسا هستم و اومدیم با یک قسمت دیگه از برنامه یوتیوب تاجلند. امروز میخوایم این هایلایت یک بازیکن خارجی استقلال رو ببینیم که اسمش هم قبل از رونمایی خیلی افتاد توی رسانه ها. بازیکنی که رزومه خیلی سنگینی هم داره. بریم خیلی خلاصه طور یه سری اطلاعات از این بازیکن با کیفیت رو براتون بگم و بعدش بریم سراغ بخش آنالیزی و غیره. گائل کاکوتا سنش 34 ساله، متولد 21 ژانویه 1991 در لیل فرانسه، پستش هافبک هجومیه، وینگ راست هم میتونه بازی کنه. سابقه آکادمی چلسی، لاتزیو، سویا، آمیان و رای وایکانو، پایه‌های فرانسه و بزرگسالان کنگو. 371 بازی باشگاهی، 62 گل، 43 پاس گل انجام داده. 227 بازی تیم ملی کنگو، 3 گل و 1 پاس گل. 26 بازی پایه‌های فرانسه، 3 گل و 4 پاس گل. و در آخر ارزش ترانسفر مارکت این بازیکن 1,200,000 دلار میباشد. دریافت توپ و استارت فوق‌العاده خوب تو سن 31 سالگی در دقایق پایانی به سمت محفظه کور مدافعین برای ضربه آخر در قلب موناکو. خب فکر کنم الان ویدیوی زلزله کاکوتا رو دیده باشید و الان دارید وایس عمو عرفان رو گوش میدید. امیدوارم منم بتونم توی این وایس براتون زلزله بپا کنم. اخباری که دارم قطعا زلزله بپا میکنه. این چند دقیقه صحبتایی که میخوام بکنم از همین الان منبعش رو بگم بهتون. شبتون بخیر. منبعش رو بگم بهتون. تقریبا تو چند روز اخیر با 2 تا فن پیج انگلیسی که طرفدار چلسی و یه دونه فن پیج کلا پریمیر لیگ بود صحبت کردم و این اخبار رو تونستم ازشون بگیرم و تو این چند روز چندین سایت مختلف بودم، میتونم بگم 20-25 سایت که فرانسوی بودن، انگلیسی بودن، کنگویی بودن، ترجمه کردم و چکیده همه اینا رو میخوام در اختیارتون بذارم. و جالب اینجا جا داره تشکر کنم از ادیتورمون، دمت گرم، که آقای صالح امیری که واقعا با ما راه اومده. یعنی ما صبح، ظهر، شب تو چنل داریم از این خبرنگار به اون زنگ بزن، از اون تماس بگیر، از این فلانی خبر بگیر، اخبار درست تو تاجلند برای شما میذاریم. و دوستان الان این وایس ساعت 3:30 نصف شب داره ضبط میشه، 3:28 و دوستان خیلی ممنون ازشون که این تایم دارن با ما کار میکنن. اینا اغلب روزا زحمت میکشیدن، الان به خاطر شرایط نقل و انتقالاتی که ما روزا نیستیم دارن شبا برای یوتیوب تاجلند زحمت میکشن. جا داره تشکر کنم ازشون. خب این بازیکنی که ما خریدیم چجوری بازیکنیه؟ خوب میدوه، سرعت بالایی داره، قدرت بدنی خوبی داره، خوب تموم کنندگی میکنه، پاس خوب میده، تو چند پست میتونه بازی کنه، یعنی وینگ راست، چپ، هافک هجومی و از نظر من مهاجمم میتونه بازی کنه. خب همه میگن الان ما یه بمب خریدیم، ولی به نظر من از این به بعد بهش نگیم بمب. این بازیکنی که تو چلسی، لاتزیو، سویا و تیم‌های مختلفی بازی کرده، تو 4 تیم از 4 لیگ از 5 لیگ برتر جهان بازی کرده، قطعاً بمب بزرگی. اما به نظر من نگیم بمب، بهش بگیم سوپر اتم بمب. وحشتناک این بازیکن. چرا؟ برای اینکه بعضی وقتا بعضی بازیکن‌ها 500شون رو میذارن، 120شون رو میذارن، تهش به تیمی مثل چلسی میرسن. اما از نظر من کاکوتا با انرژی 40 و 50 به چلسی رسیده. استعدادش تا رتبه 2 جهان کنار نیمار و بنزما و بازیکن سطح 2 جهان میخوره. از نظر من بعد رونالدو، مسی و پله و امثال هم میتونست کنار این 2 رده جهانیا حضور داشته باشه. حالا چرا حضور نداشت؟ بریم بررسی کنیم با فکت و منطق. کاکوتا تو 15 سالگی داخل فرانسه کشف شد، تو 16 سالگی به انگلیس پیوند. شخصی که این بازیکن رو کشف کرده مدعیه که اون بهترین استعداد نسل خودش بوده. چلسی تو 16 سالگی این جوون از فرانسه میخره، تابعیت فرانسه داشته، اونجا هم به دنیا اومده
و احتمال هم داشت. حتی این مورد رو من طی چندین روز تحقیق به دست آوردم و دارم خدمت شما میذارم این اطلاعات رو و به نظر من اینجای وایس جذاب‌تره تا خود هایلایت، چون هایلایت یه جذابیت گذرا داره، بالاخره بازی طرفو میبینیم و کیفیتش رو متوجه میشیم، اما این مواردی که توی زمین چمن نمیتونیم ببینیمش خیلی به نظر من جذاب‌تره. اینکه چلسی تو 16 سالگی این بازیکن رو میخره، اما ممکن بود به خاطر خرید کاکوتای 16 ساله پنجره چلسی بزرگ و با اون همه ستاره معروف تو پریمیر با سرمربیگری آنجلوتی بسته بشه، اما آنجلوتی میگه میخوام ریسکم میکنیم، پنجرهمون بسته شده هم اشکال نداره، این بازیکن باید تو چلسی باشه، این استعداده. ایدن هازارد میگه که کاکوتا یکی از بزرگترین استعداده بود که من باش بازی کردم. اینو ایدن هازارد میزنه، شخصی که با بلژیک تو 2018 سوم جهان شد تو جام جهانی. آنجلوتی بهش این مورد رو از زبون خود کاکوتا میگم، میگفت آنجلوتی تو تمرین‌ها به من چشمک میزد، یعنی بزرگای تیم اعصابشون خورد میشد، میگفتن یه بازیکن 16 ساله گرفته تو 2 ماه کرده دردونه خودش، برای چی؟ ما که 25 سالمونه 30 سالمونه اینجا بازی کردیم چرا باید رد دومی باشیم و یه جوون 16 ساله جوی نام بیاد بره تو دل آنجلوتی. آنجلوتی بهش گفته بود که تو آینده چلسی، اما چی شد که کاکوتا الان به لیگ‌های آسیایی افتاده؟ خب کاکوتا تو همون دوران که رفته بود تو دل آنجلوتی تو یورو با فرانسه قهرمان میشه و کلا میترکونه، بخوام مثال بزنم میتونه شبیه امباپه باشه. تو جوونیش میترکونه با فرانسه یورو میگیره، بعدش متاسفانه تو یه بازی با هامبورگ، یه بازی دوستانه، مصدوم میشه، طوری که خودش میگه هنوزم من این درد رو احساس میکنم. خب اون موقع تو ترکیب اصلی چلسی بود، خیلی میپسندیدش آنجلوتی و نمیخواست از اون ترکیب بیاد بیرون، برای همین بعد 1 هفته 10 روز سریع خواسته برگرده به تمرینات و استراحت نکرده. پزشکا مدعی بودن اگه 4 هفته استراحت میکرد کاکوتا هیچ مشکلی نداشت و میتونست فوتبال حرفه‌ایشو ادامه بده، اما خب به گفته خودش جوون بودم و حس میکردم مشکلی ندارم و بدنم خوبه و اینا بازی کردم، اما متاسفانه مصدومیت اذیتش کرد و چلسی مجبور شد اونو تو سال 2010-11 قرضی به یه تیم دیگه بفرسته. خب کاکوتا قرضی میره به تیم‌های مختلف پریمیر، کیفیتش بهتر نمیشه، بدتر میشه، چون اون مصدومیت هنوز باهاش بوده. تا 2015 به مدت 5 سال چلسی رو قرضی میفرسته، اما متاسفانه هیچ وقت کیفیتش بر نمیگرده. 2015 چلسی تصمیم میگیره این بازیکن رو به سویا بفروشه. کاکوتا تقریبا بازی کمی هم برای سویا تو لالیگا انجام میده و اونجا هم نمیتونه نظر سویایا رو جلب کنه و راهی لیگ چین میشه. تو لیگ چین یه احیایی به وجود میاد براش، به فرانسه میپیونده، اونجا عملکرد خوبی انجام میده و الان تو 33 سالگی داره راهی گول آسیا میشه. در کل خواستم اینا رو بگم بهتون که بدونید چی خریدیم. ما یک بازیکنی نخریدیم که کل توانشو گذاشته به چلسی و سویا رسیده، نه، ما بازیکنی خریدیم که چلسی و سویا تیمای کوچیکی بودن براش. این بازیکن راحت میتونست چندین سال تو رئال بارسا بازی کنه، ولی الان تو استقلاله. میتونم بگم بدشانسی کاکوتا و خوششانسی استقلال بوده این مورد. بهتره وایسمو با یک جمله تموم کنم: ما بهترین بازیکن تاریخ لیگ برتر ایران رو خریدیم. امیدوارم که بدرخشه برامون و خیلی خوشحالم میشیم فوتبالش تو استقلال تمام کنه. دوستتون دارم، امیدوارم لذت برده باشید از این هایلایتی که تقریبا 2 هفته است داریم براش تلاش میکنیم. شبتون بخیر، اگه شب یا علی.